سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت باشید. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من شیلی هستم، مربی فیتنس از نشنال اکادمی آف اسپورتس مدیسن آمریکا و این قسمت اول از فصل 7 برنامه پیاده روی در خونه با شیلیه. برنامه‌ای که خیلی خوشحالم از اینکه همراهش هستید و خیلی لذت میبرم از نتایج بی‌نظیری که دارید با این ورزش‌ها در خونه میگیرید. خیلی ممنونم که توی بخش کامنت‌ها می‌نویسید، هم من انگیزه میگیرم و هم دوستانی که تازه به این تیم ملحق شدن. امیدوارم که اگر دوست دارید در مورد نتایج دیگران بدونید و احتیاج به انگیزه بیشتر دارید، یه سری به بخش کامنت ها بزنید. در اینستاگرام هم میتونید در هایلایت تیم شیلی بیشتر در مورد نتایج بچه‌ها بخونید. خب قبل از اینکه ورزش رو شروع کنیم من یه توضیح کوچیکی بدم. این ورزش 2 تا ست داره. ست اول تمرکزمون روی حرکت‌های هوازی و حرکت‌های میانه بدن هست و ست دوم روی بازوها و بیشتر روی آپر بادی هست. تمرکزمون همه اینها همراه حرکت‌های قدم زدن هست که بخش هوازی این ورزشه و کمکمون میکنه که کالری سوزی بیشتری داشته باشیم. اگر که سابقه تمرین دارید و بدن آماده دارید، میتونید از یه جفت دمبل هم توی این ورزش استفاده بکنید. بر اساس توانتون انتخاب کنید و خیلی دمبل سنگینی رو برای این ورزش انتخاب نکنید، چون طولانی مدت قراره که در حرکت‌ها ازشون استفاده بکنیم. هیچ حرکتی روی زمین هم نداریم، تمام حرکت‌ها ایستاده هستن. بسیار ورزش مفرحیه و بهتون کمک میکنه که توی خونه بدون پریدن و بدون فشار آوردن روی زانوهاتون هم کالری سوزی داشته باشید و هم تقویت عضله‌های بالاتنه و میانه بدن که غیر از بحث زیبایی و بحث فیتنس خیلی هم در توانمندی‌های ما در فعالیت‌های روزانه میتونه بهمون کمک کنه. اگر از سرچ یوتیوب اومدید یا هنوز به کانال یوتیوب من مشترک نشدید، خیلی ممنون میشم که مشترک بشید و دکمه زنگوله رو که بفشارید وقتی ویدیوهای جدید آپلود میکنم به شما خبر میده. بدون حرف دیگه بریم که انجامش بدیم. خب بچه‌ها، مثل همیشه با گرم کردن شروع می‌کنیم. ست اول رو بعدش انجام میدیم، تکرارش می‌کنیم و بعد میریم به ست دوم، اونم یه بار تکرار می‌کنیم و کارمون تمام میشه. سرد می‌کنیم و با موفقیت ورزشمون رو تمام می‌کنیم. با مارچ شروع می‌کنیم بچه‌ها. همین اول ورزش می‌خوام که تمرکزتون رو بیارید روی شونه‌ها پایین و عقب و شکم کاملا درگیر. وقتی که میگم شکم درگیر بچه‌ها، منظورم اینه که عضله‌های اطراف ناف رو یه مقداری منقبضشون می‌کنیم، کمکمون می‌کنه که صافتر بیستیم و این به هیچ عنوان به این معنی نیست که نفسمون رو حبس میکنیم یا نفس نمیکشیم یا خیلی زیاد هم لازم نیست منقبض کنیم. فقط در حد اینکه عضله‌های اطراف ناف رو داخل نگه دارید و قوی‌تر بیستید، لور بکتون و کلا عضلات شکمتون درگیر بشن. با هم ادامه میدیم به مارچ. خب تو چند ثانیه آینده میریم به ساید استپس و دست رو از بالای سر میاریم. میتونید کپ کنید به این شکل. 1 2 لیتس گو. میخوام که عضله‌های سرشونه رو حسابی درگیر کنیم بچه‌ها، گرم کنیم و خودمون رو آماده بکنیم برای ورزشایی که میخوایم بعداً با دمبل انجام بدیم که بدنمون آماده باشه براش. نفس بکشید. اگه دوست دارید میتونید بالای سر کپ کنید. ساید استپس ادامه میدیم. Keep going. چیزی نمونده بچه ها. قوی. خب مژده بدم به بچه‌هایی که خیلی میپرسن که ما چیکار کنیم بازوهامون لاغر بشه و چربی سوزی آپر بادی بیشتر داشته باشیم. تو ست دوم خیلی روی حرکتاش تمرکز میکنیم و برمیگردیم به ماش. کمکتون میکنه این ورزش که حسابی کالری سوزی، چربی سوزی روی آپر بادی داشته باشید، آف کورس در کنار تغذیه صحیح. خب بچه‌ها بیاید به پنجه پا و تویست میکنم. میام روی پنجه پا و آرنج رو میکشم به پهلو. عضله‌های شکمتون رو درگیر کنید. Keep going. چند تا دیگه. 1 and last one. Perfect. برمیگردیم به مارچ. حالا میخوام دست ها رو بیاریم به جلو و عقب. Let's go. کتف رو درگیر میکنیم بچه ها. تمرکزتون رو ببرید به upper back.
perfect job. چند تا دیگه. 3 back 2 back and last one back. perfect job بچه‌ها. میریم به standing toe touches، دست ها بالای سر و دست رو میزنم به پنجه پای مخالف. let's go. پا رو میارم بالا و بچه ها وقتی پا رو میارید بالا دقت کنید به اینکه عضلات شکمتون داره چه بخشی از حرکت رو انجام میده. keep going. چند تا دیگه بیشتر نمونده. بسیار حرکت خوبیه، خیلی بیشتر از یه حرکت ساده برای وارم اپه. let's go for the last 2 ones and we're done. عالی عالی بچه‌ها. بخش وارم اپ یا گرم کردنمون تموم شده. یه ذره آب بخورید، یه ذره نفس بکشید، دمبلاتون رو بیارید، میریم به ست اول. خب بچه‌ها برای حرکت اول ست دست‌ها رو بالای سر نگه میدم با یه دمبل و بعد های نی، پا رو میارم بالا، عضله‌های شکم رو درگیر میکنم. این یکی از بهترین حرکت‌های شکم برای افرادیه که نمیتونن روی زمین این حرکت رو انجام بدن. در این حال قدم رو هم داریم استفاده میکنیم. پا رو میارم بالا تا جایی که میتونم، شکم رو درگیر نگه میدم و این لحظه نفس رو لحظه فشار میدم بیرون. let's keep going. و اینم از آخریش. پرفکت جاب بچه ها. با استراحت ادامه میدیم. اگه دوست دارید بدون دمبل انجام بدید هم همونطور که در ابتدای ورزش گفتم میتونید بدون دمبل هم از این ورزش استفاده بکنید. میذارم زمین برای حرکت بعدی به دمبل احتیاج ندارم. با من باشید و میریم به 1 2 twist out twist. نفس. اگر که بچه ها سرتون گیج میره سرعتتون رو برای این حرکت خیلی بالا نبرید، با تعداد کمتری انجام بدید. آرنج رو میارم بیرون زانو، شکم رو درگیر نگه میدارم. let's go. و اینم از آخرش. با مارش ادامه میدیم بچه ها. نفس بکشید. آماده میشیم برای حرکت بعدی. خب برای حرکت بعدی بچه ها 2 تا نکته برای من خیلی مهمه. همونطور که با مارش ادامه میدید به من نگاه کنید. پاها رو یه ذره بیشتر از عرض شونه باز میکنم. پنجه پای راست به سمت دیوار و دست بالا. going down. به بالا نگاه میکنم. حرکت مثلث، حرکت تراینگل، اسمای مختلفی داره این حرکت. زانومو خم نمی کنم، میرم پایین. up down up. تمرکزتون رو بیارید روی پهلو. عضله‌های مورب شکمی داره این حرکت رو براتون انجام میده. reaching down. اینکه چقدر بتونیم بریم پایین بچه ها به خیلی عوامل مختلفی از فیتنس بستگی داره. اگه دستم نمیرسه کم میرم. up down up. و اگه دستم میرسه بیشتر. و استراحت. با مارچ ادامه میدیم بچه ها. برای انجام این حرکت میتونید از دمبل هم استفاده بکنید. حالا من برای سمت چپ با دمبل بهتون نشون میدم. بریم به پنجه پاهاتون رو حتما با من ست کنید. پای چپ به سمت دیوار، دست بالای سر، دست داخل، میرم پایین. reaching down. reaching down and up. Perfect. خب قاعدتا وقتی که دمبل دارید حرکت سنگین تر هست، عضلات پهلو بیشتر درگیر میشن.
and last one. perfect job. استراحت. خب میریم بچه ها برای حرکت بعدی. آماده باشید با همدیگه. یه استپ بک با یه دمبل بچه ها. یه استپ بک میاد بالا، یک، دوباره بک میاد بالا، تویست و فقط روی یه پا با هم باشیم. با پای راست استپ بک 1 استپ بک تویست 1 let's go. عالیه. 1 2 رو 2 بچه ها دستم رو میچرخونم. 1 2 1 2 تا تو رو بلدم. برو بریم. آخریشه. 1 2. عالی بچه ها. میبریمش رو پای چپ و این دفعه میتونم با از این جهت بهتون نشون بدم حرکت رو. با مارچ ادامه میدم. برو بریم به 1 2 1 تویست. بخش اول روی عضله های جلوی شکم و بخش دوم روی عضله های پهلو. Let's go. چیزی نمونده. Finish strong. And last one. و استراحت. عالی بودید بچه ها. تو استراحت هستیم. الان وقت خوبیه برای اینکه آب بخورید و بعد برمیگردیم به حرکت اول ست. در استراحت ادامه میدیم بچه ها. آماده میشیم برای حرکت اول ست اول که میخوایم یه بار دیگه تکرارش کنیم. دست ها رو بالای سر نگه میداریم و بعد زانو رو میاریم بالا. حرکت ایستاده شکم هست. بهش به انگلیسی میگیم also standing crunches. نفس بکشید. ادامه بدید با قدرت. اگر که وزنه ندارید شاید بتونید سرعتتون رو بیشتر کنید. high knee taps. Let's go. چند تا نفس دیگه و last one. بسیار عالی بچه ها. موقتا دمبل رو میذارم زمین برای حرکت بعدی. بهش احتیاج ندارم. تو مارش ادامه میدیم. میریم برای حرکت دوم ست. نفس. shoulders back بچه ها. open your chest. سینه رو باز میکنیم. دستا رو عقب هول میدیم و بعد شکم درگیر. چیزی نمونده. ادامه بدید. و اینم از آخریش. او مای گاد. نفس بکشید بچه ها. من تو تصویر هی میبینم که موهام پریشون تر میشه. اگه میبینید که هی این کارا رو میکنم. آماده باشید با هم میریم به حرکت تراینگل. این بار من رو سمت راست هم با دمبل انجامش میدم. پا به سمت بیرون، این پا به سمت شما. شما هم همینطور با من خودتون رو چک کنید. سرعت حرکت رو بیارید پایین. کنترلش کنید. آهسته میرم پایین، آهسته میام بالا. تمرکز روی عضله پهلو. سعی میکنم زانوها رو به هیچ عنوان حرکت ندم. Takes a lot of control.
It's challenging. و استراحت. پرفکت جا بچه ها. برمیگردیم به مارچ. پرفکت بچه ها. توی استراحت هستیم. آماده میشیم برای که حرکت تراینگل رو روی سمت چپ انجام بدیم. تو چند دقیقه آینده، چند ثانیه آینده با من باشید. پای چپ به سمت دیوار، دست داخل پا و سمت راست به سمت شما، دستش هم به سمت شما. میرم پایین and up down. و همونطور که گفتم اگه خیلی پایین رفتم براتون سخته، کمتر بیاید بچه ها، یه ذره بیاید و هی کم کم با تکرار ورزش خودتون رو به چالش بکشید و هر بار برید پایین تر. این قدرت عضله های میانه شماست. Down and up and last one و استراحت. یه دمبل رو میذاریم زمین موقتا. آماده میشیم برای حرکت شکم. نفس بکشید، با من ادامه بدید. تمرکزتون رو از رو من نبرید، کانال رو عوض نکنید. پا رو بیزنم پشت سر. پای راست بچه ها، فقط پای راست. 1 پای راست، 2. Let's do this. لبخند فراموش نشه، مخصوصا حالا که دیگه ست اول رو با قدرت تمام کردیم، دیگه لبخند پیروزیه بچه ها. Oh my god. نفس هم اینجا میدم بیرون. Keep going. چیزی نمونده بچه ها. و اینم از آخریش و استراحت. عالی عالی عالی. آماده میشیم. نفس بکشید، آب بخورید. آماده میشیم برای سمت دیگه حرکت. پای چپ 1، پای چپ 2. Let's go. Keep going. چیزی نمونده. Last time. دروغ گفتم. One more. And this is the last time. بسیار عالی بچه ها. بسیار عالی بودین. خسته نباشید. نفس بکشید. تو چند ثانیه آینده ضربان قلبمون رو میاریم پایین. یه استراحت طولانی تر بین ست ها داریم و بعد میریم به ست دوم. خب کم کم آماده میشیم بچه‌ها برای ست دوم. ست دوم اگه با دمبل قراره انجامش بدید، از الان بهتون میگم که چالشیه و آماده باشید و اگه ممکن مجبور شدید دمبلتون رو سبک کنید. میریم با هم به ساید استپس. 1 2 و بعد 1 و the other side. Let's go. 1 2 1 2 3 1 2 برو بریم. وقتی که میچرخم به ساید روی پنجه پا و بعد پانچ. 1 2 3 1 2 3. Let's go. 2 1 2. Perfect. با هم. 1 2 1 1 2 3. چقدر عجیب شما. خیلی عجیب شمردم. یکی رو شمردم 1، یکی رو شمردم 3، یکی فارسی، یکی انگلیسی. ببخشید.
آماده باشید با من. shoulders back. شکم حسابی قوی درگیر، دست‌ها کنار بدن. میریم به 1 2 1 2 و down. 1 2 1 2 down. perfect. 2 بیاید 1 2 3 بشماریم. 1 2 3 4 down. 1 2 3 4 down. last 1 2 down. perfect. با مارش ادامه میدیم. خیلی تمرکز این حرکت روی upper body بود. با هم ادامه میدیم. برای حرکت بچه کف دستاتون رو به هم، دست‌ها رو تا سرشونه ها میارم پایین و بک و بعد پا از پشت با هم باشیم. 1 2 1 2. تمرکزتون رو بذارید روی سرشونه ها بچه ها و بازوها. 1 2. You got it. از پسش برمیاید. برو بریم. و از آخریش. عالی بچه ها. دست راحت با من باشید. خب اگه وزنه داشتید و خسته شدید زمین بذارید. اگر که دوست دارید با وزنه ادامه بدید، همه روش های شما خوبه، فقط با من ادامه بدید. بیاد روی پنجه پا و میریم به پانچز. 1 2. شکم درگیر. پانچ 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 پانچ. برو بریم. تصور کنید که یه نفر همقدر دو قواره خودمون میخوام بریم به سمتش. دیگه حالا کیوچی و ایناشو کار نداریم. یه پانچ، یه مشت. Go strong. Keep going. مانچ. وقتی ترکیب فارسی و انگلیسی میشه مانچ. پانچ. خیلی سنگین میشه بچه ها. با وزنه سنگین بسیار حرکت چالشی هست. بذارید زمین. شک شک شک. نفس. آماده باشید با هم. دوباره حرکت ساید استپس رو داریم. با 2 تا ساید استپس میریم به پانچ بالای سر بچه ها. با هم از سر مت میگو 1 2 3. حالا این دفعه بالای سر. 2 3 up. وقتی میبرمتون به سمت بالای سر پانچ رو بچه ها، برای اینه که عضله های سرشونتون رو تحت تاثیر قرار بدم و همینطور عضله های پهلو و پشت. So keep going. Let's go. 3 4 1 2 4. Stop. Oh my god. وای. دانش نه تنها دانش زبان و انگلیسی رو به سخره گرفتم، ریاضیات رو هم نابود کردم. اینم از آخریش. بذارید به پای فشار حرکت ها و استراحت کوتاه نفس بکشید. خب حرکت بعدی رو بچه پیشنهاد من اینه که بدون دمبل با من بیاید و بعد ست بعدی اگر که دیدید دوست دارید با دمبل انجامش بدید. یه ذره حرکت پیچیده‌ایه. خب بچه‌ها دمبلامون رو برمی‌داریم. آماده میشیم برای حرکت آخر ست. میریم به 2 تا استپ به پهلو و بعد رو استپ سوم پانچ و بعد نی درایو و این رو تکرار می‌کنیم به پانچ. 1 2 3 نی درایو. 1 2 3 نی. Let's go. 3 نی. 1 2 3 زانو. 1 2 مشت زانو. 1 2 پانچ زانو. 1 2 پانچ knee. Let's go. You got it. This is the last one. آخریش punch and knee drive. استراحت.
پرفکت جا بچه ها، عالی بودید عالی بودید. نفس بکشید. ست رو تکرار میکنیم. obviously اگه خسته شدید بچه ها بدون دمبل خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. بدون دمبل هم میتونید ست دوم رو تکرار کنید. let's go. میریم به ساید. 2 punch. 1 2 1 2. بخش از این قضیه بچه ها هماهنگی عصب و عضله و تمرکزیه که ما قراره خرج این بخش ورزش کنیم. و همینطور اگه دمبل ندارم میرم برای سرعت. فقط خیلی به دیوار نزدیک نشید که صابخونه متضرر نشه. پانچ. let's go. 1 2. دقت کنید وقتی میام روی پانچ چقدر بالا تنه رو تویست میکنم، عضله های شکم رو درگیر نگه میدارم و استراحت. بدون دمبل این حرکت ها خیلی ساده تره، بهتون کمک میکنه که خودتون از نظر سرعت و اجیلیتی به چالش بکشید. ولی برای حرکت بعدی حتما باز من دمبلم رو ور میدارم. میریم به جلو بازو، سرشونه و بعد شکم. shoulders back. 1 2 1 2 down. 1 2. One, two, down. بچه در ضمن اینجا وقت خوبیه که نفس بکشید. یه جوری به قلبمون داریم با این حرکت استراحت میدیم که یه ذره ضربان قلبمون بیاد پایین. آخریشه و استراحت. بخش از طراحی تمرین هم همینه بچه‌ها که یه جایی یه تمرینایی باشه که هم استراحت نیست و هم فرصت میده که خودمون رو ریکاور کنیم، آماده بشیم برای حرکت بعدی. مجددا من دمبلا رو برمی‌دارم، میریم به بات کیکس، دست ها کنار هم، کنار بدن. 1 2 1 2. let's go. 1 2. You got it. دست پسش برمیایید بچه ها. دستتون اگر که احساس خستگی داره، اگر روی سرشونه هاتون احساس خستگی دارید، نرماله. برو بریم. You got it. Up, up. One and two. عالی بچه‌ها، عالی بودید، عالی بودید. مجدداً استراحت میذارم دمبل و زمین و در مارش ادامه میدیم. نفس بکشید. خب میخوام بریم به پانچز بچه‌ها. با من باشید. اگه بدون دمبلید با هم با سرعت روی پنجه پا. Let's go. 2 3 4. Let's go. رو پنجه پا، شکم درگیر، نفس و پانچتون ضرب داشته باشه. یعنی اگه یه عروسک اینجا بود بزنیم بهش بره. Use your strength. از نیروی بالاتنه، از نیروی میانتنه، از نیرویی که از پاتون میارید استفاده کنید و یه پانچ قوی. کی میدونه شاید تو زندگی یه روزی یه وقتی لازم شد یه پانچ قوی آماده تو جیبمون داشته باشیم. Let's go. برو بریم. نفس. Go. و استراحت. عالی 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 عالی. خیلی خوب بچه‌ها. میریم به ساید استپس و بعد میریم به اوورهد پانچز. همونطور که گفتم عضله‌های پهلو و همینطور پشت رو درگیر می‌کنیم با این حرکت. با هم باشیم. میرم به سر مت. کلا اندازه مت به من کمک می‌کنه که قدمامو باهاش تنظیم کنم. in 1 and 2 and 3. 1 2 3 2 3. تمام این حرکت هایی که به پهلو انجام میدیم بچه‌ها، عضله‌های داخل پاتون رو داریم روشون کار میکنیم و یه حرکت خیلی خوب پاست. فکر نکنید که بی دلیل هست، دلیل داره. هر کاری که من میکنم دلیل داره. برو بریم.
و استراحت. خیلی توی این ورزش بچه‌ها از حرکت‌های لترال استفاده کردم، حرکت‌های پهلوی و این برای به چالش کشیدن عضلات بدن و مفاصل بدن توی این پلین یا توی این جهت حرکتیه. با من باشید. میریم به اون حرکت ترکیبیه که خودش چالشیه. میریم به 1 2 3 نی. 1 2 3 نی. Let's go. 1 2 1 2 3 نی. 1 2 3 نی. You got it. کلن ترکیب مشت و کیک باکسینگ توی ورزش‌های فیتنس من رو به وجد میاره و خیلی هیجان زده میشم خودم. اگه تو ویدیو میبینید من خیلی هیجان زدم و در حد بروسلی خودم رو جدی گرفتم. بدونید که به خاطر چند تا دونه مشت و چند تا دونه نی اینقدر به جوگیر به شاخین درسته. نفس بکشید بچه‌ها. امیدوارم که از این ورزش لذت برده باشید. خیلی ورزش هیجان انگیزی برای من بود، همونطور که گفتم حسابی به وجد اومدم با چند نفس عمیق. آروم آروم تعداد استپامون رو کم میکنیم. میام روی پنجه پا. بچرخیم و پشت سر رو نگاه کنیم تا جایی که میشه. جهت رو عوض میکنم. پرفکت جاب بچه ها. توی این ورزش تمام بدن بی‌نظیر روی عضله‌های پشت بازو، جلوی بازو، سرشونه ها، پهلوها و پشت، پهلوها همه اینا کار کردیم. روی عضله‌های جلوی شکم بدون هیچ حرکتی روی زمین کار کردیم که خودش بی‌نظیره. اول بیاید به کشش پشت بازو و آرنج رو به سمت دیوار پشت سر هل میدم. چند نفس عمیق بکشید. دست رو عوض کنیم. پرفکت جاب بچه ها. میریم به پهلو. از مچ دست میگیرم، خم میشم و از کنار دستم به سقف نگاه میکنم. این 3 2 1 I'm going turning up, changing size. چرا گفتم turning up؟ ببخشید. معذرت که بلند میشم، میستم. 3 2 1 میریم به کشش پهلوها بچه ها. اول از مچ دست میگیرم، خم میشم، از کنار دستم به سقف نگاه میکنم. اینجا وقت خوبیه بچه ها که خودتون رو به چالش فلکسیبیلیتی بکشید و یه ذره برید پایین تر. نفس عمیق. میام بالا، جهت رو عوض میکنم، دوباره پایین، یه ذره پایین تر. going up. عالی 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 بچه ها. میریم به کشش عضله جلوی پا. نفس بکشید. سعی میکنم که زانو ها رو الاین کنم، کنار همدیگه قرار میدم. نفس عمیق. shoulders back. پرفکت. جهت رو عوض کنید. جهت و پا رو عوض کنید و نفس. عالی بچه ها. پرفکت. بریم به کشش پشت پا. پا رو میزنم جلو، باسن رو به عقب هل میدم، خودم رو به سمت زمین هل میدم، بالا تنم رو به سمت پا هل میدم. کشش خیلی خوبی از پشت مچ پا تا پشت باسن احساس میکنم. این 3 2 1 let's change. نفس و استراحت. پرفکت. بسیار عالی بودید بچه ها. امیدوارم که خیلی از این ورزش لذت برده باشید. فصل هفتم رو با قدرت شروع کردیم و با ورزش های متنوع و خیلی چیزای هیجان انگیزی که تدارک دیدم براتون توی این ورزش در برنامه پیاده روی با شیری در فصل هفتم در کنارتون هستم. خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد این ورزشی که انجام دادیم با هم برای من بنویسید و همینطور برای من بنویسید که آیا دوست دارید ورزش‌های بیشتری که از بوکس و کیک بوکس یا باکسینگ و کیک باکسینگ استفاده می‌کنیم بیارم و براتون بسازم و دوست دارید و علاقش وجود داره یا نه. و همینطور بنویسید که دوست دارید چه ورزشایی رو توی برنامه
پیاده‌روی با شیلی در فصل 7 ببینید. ممنونم، آرزوی سلامتی دارم و در قسمت دوم این فصل کنارتون خواهم بود. فعلا